سلام، وقت شما بخیر. البرز زرقام هستم. امروز میخوایم در مورد خطوط میدان مغناطیسی و بردار میدان مغناطیسی صحبت بکنیم. اول من از روی جزوه این مطلب رو براتون میگم و بعد به صورت تصویری یه مقداری دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد. ببینید، آهنربا در فضای اطراف خودش یک میدان مغناطیسی به وجود میاره. یعنی چی؟ یعنی میاد ویژگی‌های فضای اطراف خودش رو تغییر میده، خاصیتی در فضای اطراف خودش ایجاد میکنه که ما بهش میگیم میدان مغناطیسی. جسم دومی که میاد در این فضا قرار میگیره به این میدان واکنش نشون میده، یعنی به حضورش در این فضایی که یه خصوصیتی پیدا کرده واکنش نشون میده و این واکنش به شکل نیروی مغناطیسی ظاهر میشه. خب ببینید، مثلا ما یک آهنربای اینجا داریم که مشاهده میکنید. این آهنربا فضای اطراف خودش رو میاد تغییر میده، یه سری ویژگی هایی در فضای اطراف خودش ایجاد میکنه که ما اینو بهش میگیم میدان مغناطیسی. حالا اگر یک جسم دومی که میتونه آهن باشه، یا مثلا یه جسمی که توش آهن به کار رفته، یا یه آهنربای دیگه، یعنی میتونه آهنربا باشه، میتونه که آهنربا نباشه اما از جنس آهن باشه، اگر بیاد تو اون فضا قرار بگیره، تو اون میدان مغناطیسی قرار بگیره، به اون میدان واکنش نشون میده، یعنی تحت تأثیر اون میدان قرار میگیره و این واکنش به شکل نیروی مغناطیسی ظاهر میشه. یعنی مثلا میتونه جذب بشه، دفع بشه، نیروی مغناطیسی، جاذبه، دافعه. و این اتفاقی که در اثر نیروی مغناطیسی رخ میده رو ما میتونیم مشاهده بکنیم، اما خود اون میدان، خود اون خاصیتی که در فضا ایجاد شده برای ما قابل مشاهده نیست. در اثر اون خاصیت، اون واکنشی که به این خاصیت توسط جسم دوم در واقع ایجاد میشه، باعث ایجاد نیرو میشه. اون نیرو میتونه یک اثری ایجاد بکنه، یک حرکتی، یک جذب شدنی، یک دفع شدنی، دور و نزدیک شدنی میتونه ایجاد بکنه و اون برای ما قابل مشاهده است. حالا اگر ما بخوایم یک تصوری از میدان داشته باشیم، یک تصویر در واقع قابل مشاهده برای ذهن خودمون ایجاد بکنیم، میایم از خطوط میدان استفاده میکنیم. به صورت فرضی این خطوط رو در نظر میگیریم که بتونیم یک تصوری از فضای اطراف آهنربا و میدان مغناطیسی و قدرتش در اون فضا داشته باشیم و بتونیم یک تصور ذهنی برای خودمون ایجاد بکنیم. میدان مغناطیسی یک کمیت برداریه. بردار یعنی هم اندازه داره و هم جهت. یک پاره خطیه که اندازه مشخصی داره و جهت داره و مستقیم هم هست، خم نداره. یک پاره خط صاف جهتدار بهش میگن بردار. حالا میدان رو با خطوط میدان نشون میدیم که در اطراف آهنربا همواره از قطب N خارج میشه، به قطب S وارد میشه، همینجور که میبینید، اما درون آهنربا برعکس از S به N. در اطراف آهنربا، خارج آهنربا از N به S و در درون از S به N. حالا خود میدان مغناطیسی در هر نقطه مشخص، مثلا مثل نقطه 1 در اینجا یا مثل نقطه 2، بردار مماس بر خط میدان در اون نقطه است. بردار مماس بر خط میدان در اون نقطه. یعنی اگر ما میدان رو در یک نقطه در اطراف یک آهنربا بخوایم، میدان، همین چیزی که با بی نشون میدیم به عنوان یک کمیت فیزیکی، اگر میدان رو در فضای اطراف یک آهنربا در یک نقطه مشخصی بخوایم، در اون نقطه میایم یک پاره خطی رو مماس بر خط میدان در اون نقطه رسم میکنیم. طول این پاره خط یا اندازه این پاره خط میشه اندازه میدان و جهت این پاره خط که در واقع هم جهت با خطوط میدان یا در واقع در جهت قطب شمال عقربه قطب نما در اون مکان هست، میشه جهت میدان. پس در هر نقطه‌ای اگر ما میدان مغناطیسی رو بخوایم در فضای اطراف یک آهنربا، میدان مغناطیسی در هر نقطه میشه بردار مماس بر خط میدان در اون نقطه. خط میدان یک خط منحنیه، ولی بردار یک پاره خط مستقیم جهت داره. اندازه برداری که در اون نقطه بر خط میدان مماس شده میشه اندازه میدان، جهت اون بردار هم میشه جهت میدان. اندازه و جهت رو برای میدان مغناطیسی ما به این صورت میتونیم مشخص بکنیم. جهت بردار میدان مغناطیسی در هر نقطه هم جهت با قطب شمال قطب نماست که در اون نقطه قرار میگیره. از طرفی تراکم خطوط میدان در هر نقطه
بیانگر بزرگی یا قدرت میدان در اون نقطه است و این خطوط میدان، این خطوط منحنی هرگز همدیگه رو قطع نمی‌کنن. پس تفاوت خط میدان و بردار میدان همینه. خط میدان یه خط فرضیه، یه سری خطوط منحنی فرضی هستن که یه نقطه شروع و پایانی دارن، از قطب N شروع میشن به قطب S ختم میشن در فضای اطراف آهنربا و تراکمشون و فاصلهشون، فشردگیشون در واقع در هر جایی نشون دهنده قدرت میدان در اون نقطه یا در اونجا هست و هر چقدر که این خطوط از هم دیگه فاصله بگیرن و در واقع از هم دورتر بشن، یعنی میدان در اون نقطه ضعیفتره. در اینجا ما با حرکت دادن این قطب نما در اطراف این آهنربا میتونیم خطوط میدان رو مشاهده بکنیم که از قطب N خارج و به قطب S وارد میشن. همونجور که میبینید تراکم خطوط میدان در نزدیکی قطب‌ها خیلی بیشتره، یعنی میدان مغناطیسی در نزدیکی قطب‌های آهنربا قوی‌تره و هر چقدر که از آهنربا دورتر میشیم تراکم خطوط کمتر میشه، فاصله خطوط از همدیگه زیادتر میشه و در نتیجه میدان مغناطیسی با فاصله گرفتن از قطب‌های آهنربا هی ضعیف‌تر میشه. در هر نقطه‌ای هم که این قطب نما رو قرار بدیم، قطب نما در جهت خط میدان در اون نقطه قرار میگیره و اگر مثلا مماس بر خط میدان در هر نقطه‌ای قطب نما رو قرار بدیم، این سر قرمز رنگش که قطب نما هست و همون در واقع سریه که فلش داره در جهت بردار میدان در اون نقطه قرار میگیره. مثلا اینجا به این صورت، اینجا مثلا به این صورت، در هر نقطه‌ای در جهت خط میدان در اون نقطه و در واقع قطب N قطب نما جهت بردار میدان مغناطیسی رو در هر نقطه از میدان به ما میده. اینجا هم میتونیم این آهنربا رو بین این قطب نماهایی که مشاهده میکنید حرکت بدیم. اگر خطوط میدان رو هم نشون بدیم به این صورت میبینید که جهت این قطب نماهایی که در زمینه این تصویر قرار گرفتن دقیقاً متناسب با جهت خطوط میدان مغناطیسی تغییر میکنه و همواره در هر نقطه همجهت با خط میدان در اون نقطه قرار میگیره. این تصویر برای اینه که شما یک در واقع تصور ذهنی درستی بتونید از وضعیت خطوط میدان در اطراف یک آهنربای میله‌ای پیدا بکنید. متشکرم. تا کلیپ‌های بعدی، خدا نگهدار.